شما از ما گله میکنید، معدل 20 تاتون تو دبیرستان میفرستید به دانشگاه علوم پزشکی، معدل 20 تاتون، معدل 10 تون میفرستید مدرسه دینی. برای نماز پیش نماز شدن، برای ملا شدن خوبه. شما عملا معدل 10 تون رو فرستادید که ملا درست کنید، معدل 20 تون فرستادید که پزشک، متخصص، فوق تخصص، جراح درست بکنید. پس معدل 20 نفرستادید که متفکری مثل سید قطب درست بکنید، مثل عبدالمجید زندانی درست بکنید، مثل محمد غزالی درست بکنید، مثل ابوالحسن ندوی درست بکنید، مثل علامه اقبال لاهوری درست بکنید. طبیعیه چیزی به خورد شما میدن، شما هم قبول نمی‌کنید. مثل اینکه حیفمون میشه معدل 20 برای دعوت الله تقدیم بکنیم. نه معدل 20 این نابغه است، این پزشک میشه، این فلان میشه، جراح میشه. جراحی که شکمی پاره بکنه بگه اول همسایه ما ماشین پرسش کرده بود تو کوچه، مثل گوشت چرخ کرده، بردنش بیمارستان ام لیلای بندر عباس ساعت 4-5 بعد از ظهر، پولا که همه تو بانکه، یک صیاد پول از کجا بیاره؟ دکتر گفته اگه همینجا بمیره اول پول 12 میلیون تومان فقط هزینه خودم تنها میشه، اول پولش نصفش به حساب بریزید، نصفش اول آماده تا من بیام بالای سرش. چنین جراحی جامعه اسلامی نیاز داره؟ این که عاطفه نداره.